سلام علیکم، وقتتون بخیر. یه گل میخواستم. سلام، در خدمتم. تو چرا اینجا قیمتی؟ فرقی نداره، فقط به دل بشه. خب بفرمایید چه مدل یا رنگی میخواین؟ خونش هم فرقی نداره، خیلی ناز باشه. خب جناب اینجوری که نمیشه، شما رنگ مدلش رو انتخاب کنید، من کار آماده کنم بدم خدمتتون. میگم هیچ کدوم از اینا مهم نیست، فقط دلم میخواد اون گله فقط برای من باشه. مثل اینکه شما حالتون خوب نیست، بفرمایید بیرون، مزاحم نشین آقا. ببین من خیلی وقت دارم من اینجا میام و میرم، من خودتم پدرتو خیلی خوب میشناسم، میدونم چقدر باآبرویی، پس شک نکن مزاحمت نیستم. حقیقتش اصلا بذار رک بگم، من میشه گل من باشین؟ بفرمایید بیرون. هرچی شما بگی. وایس راستی شما هم بلدین فقط مالک یک گل باشین یا دوست دارین گل خونه داشته باشین؟ تنوع طلب. تکبر شما. پس با پدرم تماس بگیر. میتونی تو باید بمونی واسه خود من، گل من گل من گل من، منم آخه فقط